فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبرد و بر ماهواره نایل سات قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت سروران عزیز و بزرگوار، بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. میلاد با سعادت فخر موجودات، منجی عالم بشریت، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را برای همه مسلمان های جهان، خصوصا برای ملت شهید پرور افغانستان و بالاخص به شما حاضرین گرامی تبریک و تهنیت عرض می دارم. سروران عزیز و بزرگوار، من و شما در آستانه میلاد پیامبر عظیم الشأن قرار داریم که بحث ما پیرامون این که پیامبر عظیم الشأن ما رحمت برای عالمیانن، رحمت برای عالمیان بودن. 12 ربیع الاول نظر به اکثر روایات و یا نظر به اکثر تواریخ روز میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و روز رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد. پیامبر عزیز ما، پیامبر نازنین ما، پیامبر دوست داشتنی ما، پیامبری که از جان و مال، از پدر و مادر برای ما عزیزتر هست، در 12 ربیع الاول به دنیا می آیند در سال 570 میلادی و در 12 ربیع الاول سال 11 هجری از دنیا تشریف می برند. ما باید پیامبر خود را بیشتر و بهترتر بشناسیم. امروز
دنیای غرب رحمت للعالمین را به عنوان یک شخصیتی که پیروانش خشونتگر و دهشت افکن و بالآخره در روی زمین فسادکار و خونریز معرفی میکنن، ما باید از لابلای قرآن و احادیث برای دنیا نشان بدیم که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمت هستند. آن هم برای کی؟ برای عالمیان. آیه که تلاوت شد الله سبحانه و تعالی می فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما نفرستادیم تو را ای پیامبر مگر رحمتی برای عالمیان. وقتی میگیم عالمیان، عالمین جمع عالم هست، همه مخلوقات را شامل می شود، انس و جن و حیوانات و نباتات و جمادات و غیره و غیره. برای همه اینها پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رحمت هستند. خود رحمت به معنای چیست؟ به معنای مهربانی هست. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم مهربان بودن برای همه انسان و انسانیت و برای همه عالمیان. رفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را وقتی در سیرهشان بخوانیم میبینیم که رفتارشان با کفار و همسایگانی که در کنارشان قرار داشت که کافر بودن چی رویه داشتن. همسایه کافری که هر لحظه رسول الله صلی الله علیه و سلم را اذیت میکرد و آزار میداد، روزی رسول الله متوجه شدند که او را کمتر به کوچه و بازار میبینن، پرسان کردند که این فلانی کجا هست؟ گفتن مریض هست. رحمت للعالمین گفتن باید به عیادتش برویم. رسول معظم اسلام به عیادت دشمن خود می رود. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم به احوال پرسی کسی که او با دین جناب محمد رسول الله هم نبود میرن از احوالش پرسان میکنن. این رحمت برای همه هست، برای کفر و اسلام، برای همه انسانها. امتهای گذشته وقتی گناه میکردن، معصیت میکردن، یا جریان مسخ به سراغشان میآمد، یا جریان خسف، یا اینکه چهرهشان میگشت، تبدیل به یک حیوان میشدن، تبدیل به بوزینه میشدن، یا اینکه به زمین فرو میرفتن. از برکت قدوم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، از برکت دعای رحمت للعالمین، امروز چهره کسی در دنیا نمی گردد و اگر بگردد و تبدیل هم شود خیلی به نادرات و حالت شاذ هست. امروز در دنیا چقدر کفار گستاخی میکنن، چقدر بیادبی میکنن، چقدر ظلم و ستم میکنن و چقدر با خدا و پیامبر و بندگان مخلص الله چقدر سر کش برداشتن، ولی باز هم الله سبحانه و تعالی آنها را تبدیل به بوزینه و حیوان نمی کند. به خاطر چی؟ دعای رحمت للعالمین شامل همه انسان و انسانیت شده است. تکبیر! رفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با یتیمان، رفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با مستضعفین، رفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با محرومان، رفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با همه انسانها، خصوصا با قشر زنها. این رحمت للعالمین را وقتی با سیرش آشنا بشیم
به راستی هم که حدیثی که تلاوت شد رسول معظم اسلام می فرمایند لا یؤمن احدکم، ایمان ندارد یکی از شما، ایمان کامل ندارد تا اینکه حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین، تا اینکه مرا محبوبتر و دوستتر نداشته باشد از کی؟ از پدر و مادر، از اولاد، از تمام مردمان و از همه. خلاصه باید ما پیامبر را از همه بیشتر و بیشترتر دوست داشته باشیم. به این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در دلی که محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم نباشد، او انسان از نعمت عظیم و بزرگ ایمان محروم مانده است. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم چنان رحمتشان شامل حال انس و جن و شامل حال نباتات و همه انسان ها گردید که من به طور خلاصه و فشرده فقط روی محور و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اشاره داریم که پیامبر رحمت هست. برای کی؟ برای همه عالمیان. همه احکام و دستوراتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آوردن، همه اینها رحمت هست. حتی جهاد، حدود، قصاص، اینها همه رحمت هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آوردن. ملتی که جهاد نکند، ملتی که مبارزه نداشته باشد، او ملت باید به خواری و به ذلت سپری کند. او ملت باید بدون اقتدار، بدون اختیار زندگی کند، مثل که جامعه امروزی ما و کشورهای اسلامی را مشاهده می کنیم. چون از زمانی که مسلمان ها از این نعمت عظیم و بزرگ جهاد فاصله گرفتن و این رحمت را به عنوان غضب شناختن، ذلت و خواری دامنگیر مسلمان ها گردید. مسلمان ها تا زمانی که شمشیر به دست داشتن و در مقابل دشمنان الله استادگی می کردن و این جهاد را به عنوان رحمت برای خود می دانستن، سرفراز و سربلند بودن. پس آنچه که پیامبر اسلام آوردن برای ما همه رحمت هست، حتی جهاد، حدود و قصاص. این که شریعت میگوید که دست دزد قطع بشه، این رحمت هست. به خاطر اینکه وقت جامعه‌ای که فارغ از دزد و قطاع الطریق بود، جامعه‌ای که سالم از انسانهای بدبخت و شقی بود، او جامعه آسوده زندگی می کند، آرام زندگی می کند. پس هر آنچه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آوردن همه رحمت هست. قانونهای اساسی که امروز وضع می کند دنیا، اینها رحمت نیست. قانونی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم وضع کردن و قانونی که برای ما بیان کردن، او برای ما رحمت هست. امروز چقدر ساده انسانها را می کشن. امروز چقدر ساده یک مسلمان استاده می شود برادر مسلمان خود را می کشد. اگر قصاص باشد، اگر حدودی باشد، اگر چنگ به کتاب الله و سنت رسول الله زده شود، هیچ وقت چنین انسانهای برای خود جرأت نمیدهند که چنین حالتی بیاورند بین جامعه و برادر مسلمان خود را بکشند. ایرا به دست کم نگیرید سروران عزیز و بزرگوار که یک انسان استاده شود برادر مسلمان خود را به روز روشن، به محضر مردم، به محضر بندگان الله برادر خود را بکشه. اما از این فراموش کرده و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. کسی که یک مسلمان را به ناحق بکشد، هیچ کس حق نداره کسی را بکشه مگر به فتوای علمای بزرگ، مگر به یک محکمه اسلامی، مگر به یک قضات اسلامی مراجعه شود و بعد دستور بگیرد تا اینکه کتاب الله و سنت رسول الله اجازه بدهد. بناءً سروران عزیز و بزرگوار، آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما دستور دادن و همه احکامی که آوردن، همه اینها رحمت هست.
امروز دنیا جهاد را غضب فکر می کند، حدود را خلاصه مخالف حقوق بشر و اینها تلقی می کند. خیلی عجیب هست. ما بحث ما ارتباط به میلاد هست. شما عزیزان شنیدید از طریق اخبار و رادیوها و اینها که در یکی از شهرهای افغانستان یک زن مسلمان اولاد را به دنیا می آورد که دختر هست. فامیل او حمله می کنن، او زن مظلوم را شهید می کنن. تو چرا دختر آوردی؟ ما از دوران جاهلیت میگیم، در دوران جاهلیت دختر را زنده به گور میکردن. هیچ تاریخی و هیچ روایتی نداریم که وقتی او دختر به دنیا آورده باشه مادر را زنده به گور کرده باشند. اما این مسلمان، اسمش هم مسلمان، کجا هست قانون قرآن؟ کجا هست احکام اسلامی که بر سر این فرد ظالم و این خانواده ظالم تطبیق شود؟ یک زن 9 ماه طفل را در بطن خود از این طرف به این طرف انتقال می دهد. وقتی طفل به دنیا می آید چقدر او عذاب می کشد. وقتی طفل را به دنیا آورد، آیا مسئله پسر و دختر به دست خود انسان هست؟ که تو انسان ظالم، تو انسان از خدا بیخبر و تو انسانی که جهنم خدا را برای خود خریده اید. و خوشا به حال او خواهر مظلوم که مظلومانه شهید می شود و الان در کنار حضرت سمیه، در کنار حضرت آسیه الله سبحانه و تعالی او را قرار داده است. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیامبر رحمت است برای عالمیان. هر آن دستوری که پیامبر داده اگر به جهاد، حدود، قصاص، همه اینها برای مسلمان ها رحمت هست. رحمت للعالمین. وقتی نگاه کنیم که به راستی که اینها رحمت للعالمین بودن. جریان طائف، وقتی رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم از دست مشرکین مکه چنان به آزار و اذیت قرار میگیرن، حرکت میکنن که بروم، میگوین بروم به طرف طائف، شاید از اونها خلاصه طرفدار را به دست بیاورم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روان میشوند طرف طائف. وقتی با بزرگان طائف و قبیله ثقیف می نشینن، بر علاوه که رسول الله را تصدیق نمی کنن، بر علاوه که از رسول الله حمایت نمی کنن، بر علاوه که به رسول الله احترام نمی گذارن، شروع می کنن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را به استهزاء، به تمسخر و حالتی می رسد که برای جوانها و برای انسانهای سفها و بیعقلان خود دستور می دهند که محمد را با سر سنگ از طائف بیرون کنید. سروران متوجه باشید که رحمت للعالمین برای پیروان خود درس رحم، درس شفقت، درس مهربانی را می دهد. رسول معظم اسلام را از طائف بیرون میکنن. رسول الله وقتی بر سر سنگ ها از طائف بیرون میشوند، یک لحظه تو مسلمان فکر کن که این سنگ ها به پای کی اصابت میکند؟ این سنگ ها به وجود نازنین کی اصابت میکند؟ به وجود رحمت للعالمین. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی از طائف بیرون میشوند، در کنار یک سایه درخت می نشینند، پاهای مبارک خونالود، بدن مبارک خونالود و کفشای مبارک پر از خون. در این لحظه دستان خود را بلند میکنن، اللهم انی اشکو الیک، ای الله من شکایت خود را برای تو میکنم. در آن لحظه رحمت للعالمین را متوجه شوید که این رحمت است. محمد رسول الله تروریست نیست. محمد رسول الله دهشت افکن نیست. محمد رسول الله ویرانگر و تخریبگر نیست. محمد رسول الله رحمت للعالمین هست.
ملکی می آید به حضور نبی کریم صلی الله علیه و سلم. السلام علیک یا رسول الله. سلام می کند. رسول الله سر بالا می کنند، میگن کی هستی؟ میگه من ملکی هستم که وظیفه‌دار کوها هستم. من این کوها به دست من هست. آمدم تا تو دستور بدی که من کوهایی که این طرف و آن طرف طائف هست اینها را به هم بزنم و اثری از طائف و طائفیان نماند. رحمت للعالمین را ببینید. بعد میگویند که ای الله، اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. ای الله این قوم نمیدانند. ای الله این قوم غافل هستند. ای الله از نسل اینها کسانی میآید که تو را به یگانگی میشناسند. اگر پیامبر دهشت افکن و تخریب کار می بود، جا در جا برای ملک می گفت بزن که اثری از طائف نمانه، ولی رسول الله میگن اجازه نیست. از نسل اینها کسی می آید که موحد باشد. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رسول معظم اسلام در سال 8 هجرت وقت فتح مکه می شود، اهل مکه قریشی ها در احد چقدر رسول الله را اذیت کردن، دندان رسول الله را شهید کردن، رخسار رسول الله را خون آلود کردن، بدن رسول الله را با نیزه زدن. رسول الله وقتی میآیند مکه را فتح میکنن، با دشمنان خود چه کار میکنن؟ وقتی مکه را فتح میکنن، این رحمت للعالمین هست. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رسول الله وقتی وارد مکه میشوند، همه اهل مکه قریشی ها به وحشت افتادن که امروز پیامبر همه ما را خواهد کشت، امروز همه ما را پیامبر از بین خواهد برد، به خاطر که ما خیلی ظلم کردیم، پیامبر را از مکه بیرون کردیم، نقشه قتل پیامبر را ریختاندیم، مسلمان ها را اذیت کردیم، مسلمان ها را شکنجه کردیم، امروز پیامبر با ما چی خواهد کرد؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین وارد مکه می شوند. وقتی وارد مکه می شوند، ابو سفیان ابن حرب که چقدر با رسول الله دشمنی کرد، میآید ایمان میآورد به وسیله حضرت عباس. وقتی که ایمان میآورد، رسول معظم اسلام ابو سفیان را میبخشند و بعد اعلان میکنن که هر انسانی که در حرم باشه و هر انسانی که در خانه ابو سفیان قرار داشته باشه و هر انسانی که در خانه خود قرار داشته باشه، امروز در امن و امان قرار داره. این رحمت للعالمین هست. انتقام نگرفت از دشمنان خود، گردن نزد دشمنان خیش را و بعد اعلان کرد رسول معظم اسلام لا تثریب علیکم الیوم. امروز روز انتقام نیست. لا تثریب علیکم الیوم. امروز رنجی نیست، سختی نیست، مشکلاتی نیست. یغفر الله لکم. خدا شما را می آمرزد. من از خدا تقاضا کردم که الله شما را ببخشد. این رحمت للعالمین هست. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. امروز دنیای غرب محمد رسول الله را و پیروان محمد رسول الله را به عنوان خشونتگر، به عنوان تندرو، به عنوان خلاصه انسانهای مخرب به دنیا معرفی میکنن. رهبر ما چنین رهبر است که دشمنان خود را بخشید. از ابو سفیان انتقام نگرفته، از ابو جهل‌هایی که در مکه بودن انتقام نگرفته. ابو سفیان وقتی به رسول الله ایمان می آورد، رسول الله او را می بخشند و ایمانش مورد قبول الله و رسول الله قرار می گیرد که می شود حضرت ابو سفیان رضی الله عنه. الله اکبر. این رحمت للعالمین هست سروران عزیز و بزرگوار. وقتی میگیم 12 ربیع الاول، چنین شخصیتی به دنیا آمده و چنین شخصیتی از دنیا تشریف بردن. رحمت للعالمین. روز دیگری از کنار یک خیمه عبور کردن. تنها گفتیم که برای انسانها رحمتشان شامل نشده بود، تنها برای انس نبود، تنها برای
خلاصه انس و جن قرار نداشت، بلکه رحمتشان برای حیوانات و نباتات و اینها هم رسیده بود. برای همه رحمت للعالمین، برای همه رحمت رسول الله صلی الله علیه و سلم، مهربانی رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیده است. سروران عزیز و بزرگوار، من و شما در آستانه 12 ربیع الاول قرار. چی روز مبارک هست؟ یک لحظه فکر کنیم که در این روز کی به دنیا آمده و کی از دنیا رفته است. اگر اینجا سجده می کنیم الله را، از برکت محمد رسول الله است. اگر نماز میخوانیم، اگر قرآن میخوانیم، اگر لا اله الا الله میگوییم، اگر خلاصه در این خانه آمدیم تا ذات اقدس الهی را پرستش کنیم، همه اینها از برکت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم برای همه عالمیان مهربان هستند، اما برای مؤمنین، برای تو مسلمان، برای تو کسی که میگی لا اله الا الله محمد رسول الله، باز مهربانی خاصه دارن. برای تو خیلی مهربان هستند. آیه قرآن، آیات اخیر سوره توبه می فرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. به تحقیق که این پیامبری که از بین خود شما هست، من انفسکم عزیز علیه، برای پیامبر سخت و دشوار می آید. چی وقت؟ ما عنتم، زمانی که مشکلات و مشقتی برای شما برسد. وقتی تو مسلمان غمگین بشی، وقتی برای تو مسلمان مشکلاتی بیاید، وقتی برای تو مسلمان خلاصه رنج و مشکلاتی بیاید، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم برای اونها سخت تمام می شود. این رحمت خاصه پیامبر برای مسلمان هاست. عزیز علیه، سخت و دشوار هست بر پیامبر. چی وقت؟ عزیز علیه ما عنتم، زمانی که مشقتی به شما برسه. آیا مشقت هایی که بر پیامبر رسیده تو مسلمان را هم رنج می دهد؟ آیا تو مسلمان هم یک لحظه به این فکر افتادی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم به خاطر دین، به خاطر اسلام، به خاطر قرآن، به خاطر من و تو، به خاطر که من و تو فلاح و رستگاری نصیب ما بشه، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم گرسنگی کشیدن، سختی را تحمل کردن و تا حتی به جایی که در داخل حرم، به داخل حرم رسول الله سر به سجده، یکی از مشرکین می آید پای کثیف خود را بر گردن رسول الله می گذارد و رسول الله می فرمایند که چنان فشار داد که چشمان من می خواست از سر من بیرون شود. آیا به این حالت یک لحظه فکر کردی؟ تو مسلمان، این مهربانی خاصه پیامبر هست که زمانی که برای تو مسلمان غمی بیاید، مصیبتی بیاید، مشکلاتی بیاید، اندوهی بیاید، پیامبر برای ایشان مشقت هست. ادامه آیه می فرماید حریص علیکم، پیامبر حریص هست برای هدایت شما، برای خوشبختی شما، برای فلاح و رستگاری شما حریص هست. حریص علیکم، علاقمندی کامل دارد. ما چقدر به دین اسلام و برای احادیث و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چقدر خدمت کردیم ما مسلمان های امروزی، چقدر عاشق سنت پیامبر هستیم. نمی شود با زبان بگیم که ها ما پیامبر دوست داریم، عاشق پیامبر هم هستیم، 12 ربیع الاول هم آمد قلور به بار می کنیم، پلو به بار می کنیم. خوب است که ساعت تیری هست، ساعت تیر میشه. چنین وظیفه و مسئولیت ما با یک نان دادن و با یک محفل و با یک مجلس تمام نمیشه. سروران عزیز و بزرگوار، پیامبری که بر من و شما، بر هدایت من و شما، بر خوشبختی من و شما حریص هست. حریص علیکم بکی؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. این پیامبری که رؤوفه، این پیامبری که لطف فراوانی داره، این پیامبری که مهربانی بسیاری داره، این لطف و مهربانی برای کیست؟ برای تو مسلمان هست. ادامه آیه می فرماید فَإِن تَوَلَّوْا،
ای پیامبر این بنده ها بازی تو احساس نکنن که تو اینقدر مهربانی میکنی، رنج میکشی، اینقدر عذاب میکشی، اینقدر خلاصه تلاش میکنی که اینها هدایت بشن، تلاش میکنی که اینها ملبس به سنت بشن. فإن تولوا، تو هم بی نیازی نشان بدی، تو هم برای اینها بیان بکن که اگر هدایت میشی، اگر ملبس به سنت میشی، اگر راه و طریقه ما را میگیری، خوشبخت دنیا و آخرت میشی. فإن تولوا، اگر اعراض کردن، اگر انسان ها از پیامبر رو گشتاندن، سنت پیامبر را ترک کردن، اگر انسان ها متوجه به دستورات و بالاخره افعال و اقوال پیامبر نشدن، چه کار بکن؟ ای پیامبر بشین بگریه کرده. فإن تولوا فقل، بگو حسبی الله، بس است مرا خدا، بزرگترین پشتیبان من رسول الله می فرمایند الله است. اگر تمام دنیا هم عاشق پیامبر بشه و اگر تمام دنیا هم از عقب پیامبر برگرده، از مقام و فضیلت پیامبر به اندازه سر سوزنی کم نمیشه. این فضائل که الله می فرماید و انک لعلی خلق عظیم، ای پیامبر تو دارای خلق عظیمی هستی. این فضائل که میگه ولسوف یعطیک ربک فترضی، زود است برای تو آنقدر بدهم که خودت راضی بشی. این فضیلتی که الله میگه و رفعنا لک ذکرک، ما نام تو را بلند کردیم، نام رسول الله را الله بلند کرده. نمی شود که ما به این فکر باشیم که بیاییم ما به این 12 ربیع الاول نام رسول الله را بلند کنیم. نه، نام رسول الله به این محافل و مجالس ما بلند نمیشه. نام محمد رسول الله را الله بلند کرده. این محافل و مجالسی که برگزار میشه، اینها به خاطر اصلاح خود ما هست، تا ما از سیره پیامبر واقف بشیم، تا ما از سنت پیامبر واقف بشیم، تا ما پیامبر خود را بشناسیم که پیامبر ما تروریست نبوده، پیامبر ما آدمکش نبوده، پیامبر نازنین ما رحمت للعالمین هست. چقدر با اسرا پیامبر احترام میگذاشت، چقدر با همسایگان کافر احترام میگذاشت، چقدر با مردمان اهل مکه چقدر واقعا احترام گذاشت و از اونها انتقام نگیرید. بناء سروران عزیز و بزرگوار، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیامبر رحمت است برای همه عالمیان، ولی کسی میخواهد که از این رحمت استفاده کند. خورشیدی با این همه عظمت و بزرگی اگر یک انسان برای خود خانه بسازد که هیچ در و پنجره نداشته باشد، بیاید دروازه را بر روی خود محکم ببنده و در تاریکی بنشینه، از نور و ضیای این خورشید هیچ استفاده نکرده. اما اگر انسان هم دنبال سنت پیامبر نرفت و طریقه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان نشد، وقتی خودش دنبال هدایت نرفت، باز در صحرای محشر از پیامبر گله نکند که چرا رحمت پیامبر به ما نرسیده، چرا ما به بهشت نمی رویم. نه خیر، رحمت پیامبر عامه هست، برای همه رسیده، ولی خاص رحمت پیامبر و مهربانی پیامبر به این که فلاح و رستگاری دنیا و آخرت نصیب شود، خاص برای مؤمنین هست. مؤمنین هم کسانی هستند که رسول الله صلی الله علیه وسلم را از جان و از مال و از همه بیشتر و بیشترتر دوست داشته باشند. الله سبحانه و تعالی برای همه ما و شما توفیق بدهد که همیشه تلاش کنیم که با طریقه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روان باشیم و همیشه تلاش کنیم که سیره پیامبر را هم خود ما بفهمیم و بدانیم، هم برای اولادهای خود یاد بدهیم. شبها بالآخر چقدر زیبایه که در هر فامیلی بحث سیره پیامبر باشه، بحث غزوات باشه، بحث شجاعت و غیرت و مردانگی و رحم و شفقت و ترحم و اینها از پیامبر صلی الله علیه وسلم به میان بیایه، تا اینکه جوانان ما رهبر خود را و رحمت للعالمین را درست و صحیح بشناسن. سروران عزیز و بزرگوار، من و شما در آستانه 12 ربیع الاول که انشاءالله فردا هست قرار داریم، که فردا روز شنبه 12 ربیع الاول هست که
هفته‌ای که پیش رو داریم به نام هفته احیاء السنه نامگذاری شده. اینا همه به ابتکار علما و اینها. این هفته وقتی میگیم هفته احیاء سنت، این معنا نمیده که ما در همین هفته متوجه سنت ها باشیم بعد از این هفته دیگر نباشیم. این هفته ای که نامگذاری میشه، این مثل یک کتاب هست که در ابتدای خود فهرست داره. فهرست کتاب، موضوعات داخل کتاب تحریر هست. کسی فهرست کتاب رو بخوانه که ملا نمیشه، باید فهرست که خان داخل بشه به داخل کتاب. هفته احیاء سنت یک فهرست هست تا ما را انگیزه بده که متوجه به سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم باشیم. همین است که میگوین یک روز گر بود همه تاریخ روزگار، روزی محمد است نبی بزرگوار. همه روزها روز محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. بناهن در این هفته که از فردا تا روز پنجشنبه یک هفته به نام هفته احیاء سنت هست. علما و بزرگان صحبت های دارن، هم از طریق رسانه ها، هم از طریق اخبار و اینها، و خصوصا محل مبارکی که انتخاب شده در خرقه مبارکه که هر روز از ساعت 15 بالا 7 تا 15 بالا 8 هر روز یکی از علما ارتباط به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحبت میکنن. دوستایی که اگرچه همه باید تلاش بکنیم، آنهایی که باز بیشتر فرصت دارن از این فرصت ها استفاده کنن تا اینکه بیشتر و بیشترتر با سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آشنا بشیم. در طی این هفته محافل و مجالسی که هر جا برگزار میشه دوستا خود را برسانن. هدف از این محافل و مجالس گفتم فقط انگیزش اینه که ما آشنا بشیم با طریقه جناب محمد رسول الله، با سنت جناب محمد رسول الله، بالآخره با راه و روش نبی اکرم صلی الله علیه و سلم باید واقف بشیم. از فردا درس احیاء السنه در خرقه مبارکه انشاءالله او هم شروع می شود، ولی فراموش نکنیم که باید همیشه در تلاش باشیم که جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را درست بشناسیم. همچنین انشاءالله فردا بعد از نماز ظهر در همین مکان مقدس محفل ارتباط به میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم برگزار میشه که انشاءالله فردا 12 ربیع الاول بعد از نماز ظهر انشاءالله اینجا هم علما و اینها صحبت میکنن تا اینکه ما و شما استفاده کنیم که این محفل از طرف انجمن شما و همچنین از طرف دارالعلوم عالی انصار برگزار میشه که انشاءالله همه شما عزیزان دوستا و آشناهای دیگری که داریم شما اونها را واقف کنیم تا اینکه از این محافل و مجالس آنها هم بهره مند بشن. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.